گاهی اگر درست فکر کنیم میبینیم که الله چیزهای به ما داده است که حتی آنها را طلب هم نکرده ایم. پس یقین داشته باشید که هر چیزی که خواستیم و الله آن را برایمان نداد، حتما در ندادنش خیر برای ما است. گاه تو در خواب نازی، ولی درهای آسمان را 10 دعا در حقت باز کرده وارد می شوند. از جمله دعای فقیری که کمک کرده ای، دعای غمگینی که او را باری هم باشد شاد کرده ای، یا دعای رهگذری که جایش داده ای، و یا دعای کسی که مشکلش را آسان کرده ای. پس هیچگاه کار خیر را نادیده و کم مگیر. یکی از علما میگوید وقتی من الله را برای حاجت دعا میکنم، پس اگر آن را برایم داد شاد میشوم، ولی اگر آن را برایم نداد 10 مراتب بیشتر شاد میشوم، زیرا اولی خواسته و طلب کرده من بود، ولی دیگر باشد خواسته الله. پس دقیق است که خواسته الله برایم بالاتر و بهتر است، چرا که او یکتا داناتر است که چی چیز برایم لازم است و چی چیز نه. ابن سعدی از او الله راضی باشد میگوید حیات کوتاه است، پس آن را با غم و غصه و اندوه کوتاه‌تر نکنید، چون همه ما می رویم. الله شما را از غم و اندوه نگه دارد و دلهایتان را باز کند و برای راست هدایت نماید.